یکی از کتاب‌هایی که در این زمینه ترجمه کردم من سال گذشته عنوانش 19 نقابه. حالا من یه توضیح اجمالی براتون بدم، شاید براتون جالب باشه. یونگی که شما فرمودین، روانپزشک سوئیسی، روان ما رو به دو بخش تقسیم میکنه. میگه یه بخش سایه است، یعنی بخش پنهان شخصیتمون، و یه بخشش در کنار این نقاب و پرسوناه. انگار دو روی یه سکه هستن و اینها مجموعشون شخصیت ما رو شکل میده. سایه چه چیزی هست؟ اون چیزی که من نمیخوام در وجود خودم داشته باشم، زشت و بد میدونم، میزنم عقب. مثلا حسادت دارم و خیانت، هر موضوع منفی و بدی که از نظر جامعه‌ام قبول نیست اون رو دارم، ولی میزنم به پس ذهنم، میگم نه. انگار که فرش رو بدی بالا اون زیر ببری، مثلا چی بود نبود، ولی حضور داره. حالا اینکه بعداً چه ها میکنه اون بحث خودشو داره. بحث من نقابه. نقاب چیه؟ نقاب اون چهره‌ایه که ما آگاهانه از خودمون به دیگران نشون میدیم. یعنی برای خودمون واضحه ولی خودمون نیستیم. مثلا من نقاب مهربونی زدم، حتی نقاب فرهیختگی زدم، شوخ طبعی زدم، ولی اینا اصلا من نیستم، نقابه. چرا؟ چون جامعه میپسنده، میگه این خوبه، پس نقاب مورد قبول منه و جامعه. سایه بخشیه که من پس زدم و در این حال ساده لوحانه دارم فکر میکنم که وجود نداره ولی هستش. حالا چرا اهمیت داره ما این نقاب ها رو 19 تا نقاب رو بشناسیم؟ به خاطر اینکه اگر بخوایم روابط اصیل، واقعی، معنادار، ایمنی داشته باشیم لازم نقاب نداشته باشیم، بشناسیم و بذاریم کنار. بر اساس نقابم من عمل نکنم و این ماسک ها رو بزنم کنار و خودم اصلا احساس راحت تر میکنم، انگار با اصالت وجودی خودم دارم زندگی میکنم، نه با چیزی که بقیه میگن به به، ولی شب میرم تو خونه اصلا حالم خوب نیست با خودم و در درون خودم تضاد دارم. اگر بیایم روی نقاب ها کار کنیم و روی سایه ها، میرسیم به یک شخصیت یک پارچه که اون چیزیه که در واقع خودشناسی ما رو انجام میده. و در نهایت یه سوال دارم ازتون. به نظرتون خطرناکترین خوردنی دنیا چیه؟ واسه خوردن خودخوری. خطرناکترین خوردنی دنیا، خطرناکترین خوردنی دنیا چیه؟ خوردن گول ظاهر آدم ها خطرناکترینه. و وقتی ما میایم نقاب ها رو میشناسیم، این درصد خطا رو از خودمون میگیریم و متوجه میشیم که اینها فیکه، واقعی نیست و در خودمون و در دیگران که تشخیص میدیم. کار ما نیست که نقاب های اونها رو برداریم، این وظیفه شخصی هر آدمی هست، اما تشخیص مدل میتونی بدی و در مورد خودت اگر دوست داری که واقعی زندگی کنی، خوشحالی، رضایت عالی رو تجربه کنی، لازمه که این نقاب ها رو کمتر کنیم و با خویشتن اصیل خودمون روبرو بشیم. در واقع اون چیزی که میگن بحران میانسالی دقیقاً همین موضوع رو میاد. اصلا من میرسم به سنی که 45 سال 50 سال تازه میگم من که مثلا این راهی که اومدم اشتباهه، اصلا ازدواجم اشتباه بوده، اصلا درسی که خوندم من دوست نداشتم، تحمیلی بوده، این اینجوری بوده، من اصلا چرا ایرانم، چرا همه چی رو میزنن زیر کاسه کوزش و بحران اینجوری دارم. چرا؟ چون خودم نیستم، یا توی نقابامم یا توی سایه‌ای هستم که اون هی میاد به من فشارهای درونی وارد میکنه. 19 نقاب روی بحث نقاب کار میکنه و خیلی جالبه که کمک میکنه در شناسایی این. کدوم این فشارات چاپش کرده؟ تغییر، زمان تغییر دارم هم. آره. الان تو نمایشگاه کتاب یعنی موجودی؟ نه اینجا نمایش کرده. اسم کتابتون چی بود تو؟ 19 نقاب. اسمش 19 نقاب بود؟ بله این 19 نقاب. نقابش نقاب میشه. ترجمه شما؟ بله
نویسندش کی؟ برایان باسترفیلد. من عموما چیزی رو که میخوام همون یادت هم می‌تونی. حالا شاید براتون جالب باشه، حتی زمانی که عکس میگیریم ما یه جوری بله. همون خودش یه جور آره نقابه. همیشه سلفی می‌بینم که آره. کار باشه. آره. حالا تو ما دو تا من داریم. تعداد صحبت همراهتون هست یا همین یکیه؟ دو تا. یکیش من میتونیم هستم. بخریم. میتونیم بخریم. بله.